امروزه نیاز به ابزار در تمامی نقاط صنعت احساس می شود. وجود ابزار با کیفیت همواره در کنار صنعتکاران به عنوان یار و همراه همیشگی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به گونه‌ای که در بیشتر مواقع یک ابزار خوب کارایی نیروی انسانی را چندین برابر خواهد کرد. در میان انواع خانواده ابزار، وسایل برقی به علت گستردگی کارایی و سهل الوصول بودن جایگاه ویژه‌ای دارند. به گونه‌ای که میتوان گفت بخش عمده‌ای از بازار ابزار معطوف به این نوع کالاست که در این میان کیفیت بالا و قیمت مناسب همواره نیاز مشتری بوده و هست. گروه بازرگانی الیت با درک این نیاز مهم بازار قدم در این راه نهاد و در تمامی مراحل فعالیت خود کیفیت و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت‌های کار قرار داده است. گروه بازرگانی الیت با سابقه کاری بالغ بر 30 سال در زمینه ابزارآلات، شناخت بسیار خوبی از کالاهای مورد نیاز در بازار ایران در بخش صنعت به محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب را به دست آورده. با توجه به داشته‌های فنی قوی و تجربه کافی، تصمیم به حرکتی نو و به وجود آوردن زمینه رقابتی سالم جهت هرچه بهتر ارائه نمودن کالاهای با کیفیت عالی و قیمت مناسب را در دستور کار خود قرار دادند. میتوان اهداف الیت را به چند دسته اساسی تقسیم کرد. 1. تهیه و توزیع محصول با کیفیت به گونه‌ای که محصولات الیت بتواند در حد کاملا حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. 2. تلاش در سیو هزینه به گونه‌ای که قیمت ابزارآلات در حد منطقی و قابل قبولی از نظر خریدار باشد. 3. ارائه خدمات پس از فروش طوری که همواره مشتری ما را در کنار خود احساس نماید. 4. تبدیل رابطه شرکت و نمایندگان به گونه‌ای که همه همکاران ما در سراسر کشور خود را عضوی از خانواده بزرگ الیت احساس کنند. گروه بازرگانی الیت با بهره‌گیری از تجربه بالای مدیرعامل در سطح بازار ایران و همچنین شناخت بالای هیئت مدیره از صنعت، طیف بسیار گسترده‌ای شامل بیش از 90 قلم کالا را به بازار ارائه نموده است. محصولاتی که به یاری خدا با استقبالی بی‌نظیر از طرف بازار مواجه گردیده است. تجربه بالا و تلاش نیروهای متخصص این شرکت به گونه‌ای بوده است که با وجود اینکه کمتر از 5 سال از شروع به کار این شرکت می‌گذرد، امروز رقیبی بسیار جدی برای بسیاری از برندهای مطرح بازار ایران گردیده است. نکته که در خور توجه در خصوص محصولات الیت آمار بسیار پایین خرابی و مرجوعی خدمات این شرکت است. به گونه‌ای که مفتخر هستیم به این که آمار خرابی الیت کمتر از 2.5% در یک سال بوده است که به جرأت میتوان گفت این برند توانایی رقابت با برندهای روز در اروپا را نیز داراست. گروه الیت با توکل به خداوند متعال همواره سعی داشته رضایت مشتری رو سرلوحه کار خودش قرار بده و کالایی در خور شأن صنعت ایرانی عرضه بکنه. گروه الیت در حال حاضر شبکه فروشی رو بالغ بر 100 نماینده در کل کشور داره و شبکه خدمات پس از فروشمون چیزی در حدود 70 نماینده خدمات رو ما داریم که به نوعی میتونه در نوع خودش بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش در کشور باشه. این مسئله نشون دهنده تعهد شرکت الیت به مصرف کنندگان و مشتریان عزیزه. مدیران این شرکت همواره در تلاش بودند تا همکاران خود را عضوی از خانواده الیت احساس کنند. ایجاد رابطه برد و شراکت فیمابین شرکت و نمایندگان در سراسر کشور، تلاش در همکاری و رشد نمایندگان در حوزه‌های فعالیت خود نشان از عزم این گروه دارد. این گروه با عزم و اراده پولادین قدم در راه فروش جهانی گذارد. امری که حضور میهمانانی از عراق و امارات گواه این ادعاست. ما همچنان محکم و استوار در این راه قدم برمی‌داریم و تا رسیدن به قله‌های کمال و پیروزی از پای نخواهیم نشست.